همونطور که ملاحظه میکنید یک دستگاه 80800 هست که برای تعمیر اومده. قسمت ورودی هواش مجموعه خودشون جا مونده که ما این قسمت رو براشون اضافه نمی کنیم، دستگاه کامل براشون انجام میدیم، سرویس میکنیم و خودشون اونجا ورودی هواش رو میبندن. واژه دستگاه پاره شده. قسمت همه دستگاه هست که کاملا باید تمیز بشه تا ایرادای کارش در بیاد. ببینیم اصلا مشکلی داره یا نه. خب قسمت شافت، اون قسمت هایی که درگیر هست، مشکل خاصی وجود نداره. معمولا وقتی که شافت مشکلی نداشته باشه همرها مشکلی نخواهند داشت، اما باز اونا رو ما چک میکنیم. خب توی قسمت ضربه زن ها مشکل خاصی دیده نمیشه. 100% اون یکی ضربه زن هم همینطوری خواهد بود، چون اینا وقتی مقابل هم دیگه کار میکنه اگه بخواد بهشون فشار بیاد جفتشون مستهلک میشن و جفتشون آسیب میبینن. خیلی عوامل میتونه تأثیر داشته باشه توی خرابی ابزارهای بادی به صورت کلی که مهمترینشون فشار باد هست. فشار باد خیلی نکته مهمیه، یعنی کلاً عوامل قبل از رسیدن به دستگاه بادی مثل کمپرسور، مثل شیلنگ، مثل تمام حالا اون سوپاپ ها و شیرالاتی که سر راه هست، واحد مراقبتی که باید قرار بگیره، خیلی تاثیرگذار هستن روی کارکرد دستگاه بادی و اون مرحله بسیار مرحله مهمیه. یعنی قبل از اینکه ما برسیم به خود دستگاه که باید حالا چه نکاتی براش رعایت بشه، حتما باید مسیر رسیدن باد به این دستگاه یک مسیر درست باشه تا بتونیم از دستگاه یک کارکرد درست بگیریم. خب توی قسمت همه دستگاه مشکلی دیده نشد. این ولبرینگ هم خوبه، نه حالت گرنج کار میکنه نه اینکه صدایی داره. حالا باید بریم قسمت موتوری دستگاه رو ببینیم. واژه جلوش هم سالمه. خب فیبرای دستگاه مشکل داره، باید حتما عوض بشه. خیلی شباهت هست بین دستگاه‌های پنوماتیک و هیدرولیک. میشه گفتش که
فقط نوع سیال متفاوت میشه توشون که دستگاه‌های پنوماتیک با باد کار میکنن و دستگاه‌های هیدرولیک از فشار روغن استفاده میکنن. 100% دستگاهایی که از فشار روغن استفاده میکنن قدرت بیشتری دارن و دستگاه‌های بادی سرعت بیشتری دارن. ترکیبشون هم که میتونه معجزه کنه، هم سرعت رو بده هم قدرت. خب ببینید در انتهای دستگاه روی این قسمت‌های پلیت یه جاهای داغی دیده میشه. ببینید یه نکته خیلی مهم رو بهتون بگم. توی دستگاه‌های بادی یه نکته بسیار مهم وجود داره، اونم اینه که یه جاهایی واقعا وجود داره که دیگه این آهن روی آهن داره کار میکنه، یعنی انقدر فاصله فیکسه، انقدر فاصله کمه و به دلیل اینکه باد یه سیال فرار هست و از کوچکترین روزنه‌ای دوست داره فرار کنه به جایی که اون کار اصلیشو انجام بده، یه جاهایی واقعا دیگه به نقطه صفر ما میرسیم. خیلی مهمه که توی این دستگاه‌های بادی حتما از روغن استفاده بشه و دستگاه با روغن کار بکنه، یعنی روزانه باید روغن کاری بشه. روی اکثر دستگاه‌های بادی نوشته شده، از قسمت ورودی بادش نوشته شده اویل دیلی. اومده یه ماکسیموم فشاری برای دستگاه، تحمل فشار رو برای دستگاه توضیح داده که 90 PSI هست. حالا اگر بخوایم به بار تبدیلش کنیم تقریبا میشه 6.3 بار. خیلی مهمه رعایت این فشار. شما هر چقدر فشار کمپرسورتون رو بیشتر کنید زور دستگاهتون بیشتر نمیشه و آسیب رسیدن به دستگاهتون بیشتر میشه. خب ما باید این قطعات رو از داخل پوسته در بیاریم و با بقیه مراحل کار در خدمتتون هستیم.